شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر عریضه مرد 31 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 7 ینور سال 2023 هنگام در تالار دلخوشی شهر باختر قرار داشتنش شخص نامعلوم به طریق پنهانی از جیبش تلفن موبیلی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 4160 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوانزن 21 ساله ساکن ناحیه کوشانیان همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه شهر توز عریضه زن 36 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردید که 7 ینور سال 2023 شخص نامعلوم با طریق پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل صندوق آوانین 2000 سامانی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 9600 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 36 ساله ساکن شهر توز همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر گردیده از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله دو در ناحیه سینو با عریضه مرد 53 ساله ساکن شهر وحدت مراجعت نموده است که 2 ماه سال 2022 مرد 39 ساله ساکن کوچه بورباد شهر دوشنبه که پیش با ماده 247 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان سوق شده است با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد اکسواتور طبقه کاسیو سال براریشش 2000 را گرفته با دیگر کس به مبلغ $12,000 امریکایی به گرفت گذاشته مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.